خیلی امروز شما درباره مهاجرت گفتید، مهاجرت‌ها برگردین به تاجیکستان، کار باید به شما کارتی تامین کند گفتید. البته شما هم خوب میدونید که اگر 800 اطرافی قریب 1 میلیون نفر مهاجر یک بار به تاجیکستان برگردد، یگان امکانیتی نه حکومت امروز شاید نه حکومت یگان دیگر این کار قادر نیست که آنها رو 1 میلیون نفر رو در یک بار به کار تامین کند. یعنی شما خوب میدونید که اگر آنها برگردند گرسنگی میشود، شاید جنگ شهروندی از نو تکرار شود. وابسته به این من از شما خواهش داشتم که مردم رو بیشتر به دوستی و برادری دعوت کنید. البته هر یک نفری که در فدراسیون روسیه هستند، هر یک نفری که در اوکراین هستند، ما تسلیت خود رو میرسونیم و امید و باوری داریم که هر یک آنها در امان میمونند. جنگ در یگان دور و زمان به یگان کسی فایده نآورده است، فایده هم نخواهد آورد. برای همین ما هرگز نمیگذاریم که در تاجیکستان باز جنگ شهروندی آغاز شود، باز یک بی‌ترتیبی نو آغاز شود. سلامت باشه برادر. سلامت باشه. سلامت باشه. ببینید برادر شهرزاد، نه تنها شما، ما هم نمیگذاریم که دیگر در تاجیکستان جنگ شهروندی شود. هیچ کس اجازه نخواهد داد. جنگ را کی آغاز میکند؟ جنگ شهروندی را. و در کدام حالت جنگ شهروندی آغاز می شود؟ در صورتی که مردم میگن بس، دزدی حکومت بس، حاکمیت یک خانواده بس، کروپسیا بس، قشاقی بس و مردم حقش را طلب میکند. علیه یک دیکتاتور، علیه یک ظالم به خیابان میریزد و وقتی بیند انتخابات نتیجه نمیگیرد، وقتی بیند که تمام راه و وسیله های مصالحت آمیز دیگر نتیجه نمیگیرد، دست به اعتراض میزند، مثل در هر کشور دیگر. اون وقت حکومت دیکتاتوری اگر از سلاح استفاده کند علیه مردمش، به هر بهانه‌ای که باشد، شروع میشود جنگ شهروندی. یعنی حکومت جنگ شهروندی رو شروع میکند. معمولا این کارا حکومت‌های دیکتاتوری میکنند. اما اگر وقتی مردم خیست، قیام کرد و حقش را طلب کرد، همون دیکتاتور بردارد به گفت مردم همون لاق و پوستش رو برود به یک کشور دیگر هجرت کند یا از قدرت برود، برای چی جنگ میشد است؟ یک نفر دیگر میاد وطن رو آباد میکند. اگر نتوانست او باز او رو عوض میکنند. بیگمان جنگ. ما هم برادر عزیز شهباز اجازه نخواهیم داد، ملت هم اجازه نخواهد داد که کدام یک نفر دیگر زیر پوشش تامین ثبات و امنیت و حالا مبارزه با تروریسم باز یک بار دیگر مردم را به جنگ شهروندی بکشاند. اما من اکنون با مهاجرین تاجیک مراجعه کردنی هستم. اکنون قدرت خودتون رو فهمیدید. اکنون فهمیدید که حکومت از شما چقدر میترسد. اکنون فهمیدید که طرفداران حکومت از شما، از همه ما و شما چقدر میترسند. اکنون فهمیدید که اینها نمیخواهند که ما و شما برگردیم. درک کرده ایستودید این رو. این بیچاره ها به زبان حال آمده گفته ایستودند که شما بر نگردید. ما را میگن مردم رو دعوت نکنید که به وطن برگردید. از آن میترسونن که باز جنگ میشود و گرسنگی میشود. برای چی میگن ما هنر نداریم، ما قدرت نداریم که شما را بخرونیم به جای کار تامین کنیم. اکنون برادر شهباز فهمیدید که یا شهزاد که شما در این چند سال، در این 10 ساله ها سیاست شما بود که مردم جوان رو به خارج گسیل میکردید برای کار. در داخل نباشه، در سر ایجاد نکنید تا اینکه ما بتوانیم این پیرمرد و پیرزن و طفل ها رو مدیریت کنیم، خودمون رو پیشوا اعلام کنیم. و خیلی هم خوب میشود که این صحبت ها رو شما میکنید، مردم چشمش باز میشود. مهاجر میفهمد که در وطن حکومت رو انتظار نیست و باز کار خواهد کرد در ادامه سیاستاش اگر باقی بماند که جوانی تاجیک در روسیه باقی بماند. زن و کودک و فرزند و پدر و مادرش در تاجیکستان این پول رو از طریق بانک‌های خانواده بفرستند، اینا فایز خود رو بگیرن و در اونجا معیشت کنن، بفرستن به صورت حسابا. این بیچاره‌ها مثل غلام کار کنند، اینا مثل پیشوا 4 تا این شهزاد و شهباز و والا نمیدونم اونگرد این برادرها بیان در رسانه‌ها با این دلیل‌ها و منطق پوچ بخوان بگن که خب در همه کشور مهاجر هست، ما جنگ شهروندی میشود، مهاجران شما برنگردید، در اونجا باقی بمانید. خب تا کی مردم رو میترسونید؟ نه جنگ شهروندی میشود، نه یگان فاجعه میشود. حتما این حکومت از سر قدرت خواهد رفت، حتما این مهاجران به وطن برخواهند گشت. برادر شهزاد شما میخواهید نمیخواهید؟ و حتما کسی که خواست دوباره مهاجر شود یک هجرتی با شرفانه در یک جای کاری بلند با یک کفالت‌های اجتماعی طبی و با یک شرایط دیگر خواهد رفت، نه به این شرایط غلامانه‌ای که شما و پیشوایتان برای مردم ملت کردید. سلامت باشید برادر.